گل عزیز خوشگل توی خونه. امیدوارم که روز خیلی خوبی رو داشته باشین. امروز اومدم با اون بازی که در مورد اسلاکچا گذاشته بودم و توش صدای درستابی نداشتم، برای همین با بازی ماینکرافت اومدم. بالاخره بعد چند سال، بعد خیلی سال اومدم ماینکرافت بازی کنم. حالا نگاه نکنیم ما هم چرا انقدر بلند است و نمیدونم حالا ضبط بکنم، هم ضبط میکنم، هم آپلود بکنم نکنم، ببینم چی کار میتونم بکنم. ای مامان، نمیتونم بکنم. یکی میگه شاید این دیوونه چرا با خوش حرف میزنه و اینا، کم داستان است. اومدم نمک آبرو چی اومدم اینجا، گندیاب یا به قول بعضی گنجیاب انتظار. مپه باز نمیشه، دهنمو سرویس کرد. جان جدت باز شد، جان جدت لگ داد. نه الان این سگ میفتم پایین چون انقدر لگه. بمیر ریسپانو بزن. مجبورم که یکم عقبتر حالا بک دیگه مونم بالا، دیگه مون بالا. حالا ریسپانو بزنم درته میاد دست. حالا خوبیشه که یه بلاک بیلدینگ داریم و اینجا چوبو میکنیم. چوب داد چستو با میکنیم که اون شیا داده. چیزای خوب بد نیست، چون یه پلن دیگه دارم. میخوام این مپمو گنده کنم باش، هم چویه دور دیگه چوب بهم بده خیلی خوبه. درتو بزن سر با 100 تا سر باز اومده. شما بگین توی این خواستگارای کی میشه دوماد ایشالله. ایول چوب، این چوب میخوام اسلب بکنم و بذارم کف اینجا. خب این الان چوبه درسته، من این چوب باش کرافتینگ تیبل درست میکنم. یعنی این چوبی که دارم باش یه دونه کرافتینگ تیبلز. بله کارت منو ببر فقط واسه خود یه دونه چیپس و پول زیاد ندارم بابا. یه دونه چیپس و یه دونه پای بخرم الان نمیدونم، میگم بگذره چشم میره. خب شما میاین یه دونه چوب، یه پلنکس بهم بده. توی این خواستگارایی کی میشه دوماد ایشالله. من باید بیام اینجا رو بکنم. میشه که درته لگ زد. وای نه اینجا رو نکن. چرا انقدر لگه آها کنده شد. درست شد. الان میزنم، یه دقیقه صبره. صبر کن. ای بابا یکم اوضاع کمی
اوضاع رو بهتر کردم حداقل که اینا زیر باشن، یعنی بالا سر هم اینقدر نباشن. آها این که با اسلپ درست کنین خیلی بهتون کمک میکنه. من الان کم دارم چوب موب جمع میکنم که کم با خودم یه تبری یه بیلی فعلا درست کنم تا خدا بهمون یکم آبی یه سپلینگی یه چیزی بهمون بده. فعلا چوب بده کار دارم. 4 تا چوب میخوام. میخوام این دبل چست درست کنم. نه یه چست باشه، نه چوبا رو بده، چوبا رو بده. 4 تا نمی‌کنی بلند شو. نوت 3 تا امتاب 3 تا اسلب درست کنم. خوبیش اینه 18 تا اسلب دارم. من یکم میتونم گنده تر کنم دنیا. یکم چه اصلا جا ندارم. میبینی HP اون بالاست، اصلا جا ندارم، یعنی انقدر جام تنگه. یکم اینجا رو بزرگترش بکنم بعد دوباره شروع کنم کندن دیگه. چه خبرها؟ من خودم هم یعنی چیزی نمونده که برم مدرسه. 2 ماه مونده ولی خب میخوام بساتون به اشتراک بذارم. الان دنیام یکم گنده تر شد، حداقل در دیگه بودم یکم راه برم هست. این دور رو بزنم میرم واسه لاین اول، یعنی یه دور دیگر بزنم میرم واسه یه لاین دیگه. اولین لاین رو افتتاحش میکنیم. البته یه چست بده که توش سپلینگ داشته باشه میرم واسه لاین اول. بازم درت داد واسه سپلینگ واسه درت نیاز داریم. چوب دوباره چوب بابا درت فقط داره بهم درت میده. خیلی خوبه. یکم وایس 4 تا بلاکش منده درست کنم. یه 2 تا هم دبل چست. کجای ها اینجاست. گفتم یه لاین رو بزنم میرم سراغ لاین اول. دهنم سرویس شد. اون ویدیو اسلاکچرال که ضبط کردم متاسفانه چون صدای بازی زیاد بود صدا نداشت. الان دارم یه ویدیو دیگه ضبط میکنم در مورد ماینکرافت وان بلاکه که سلام بابا جون. لاین میخوام بزنم دهنم سرویس میشه اینجا. درس چقدر داره بهم درس میده. وایسا من 3 تا دبل چست دارم. یه 2 تاشو بذارم اینجا که تبدیل به دبل چست بشه. واسه کنم میشن دبل چست. این چست دوبل شده. آیتم های مهم مثل هویج، مثل سیب، مثل چوب. چست رو گذاشتم چست بچه ها. مثل خود چست، مثل خود درت. اینا آیتم های مهمی هن. گل مول زیاد مهم نیست. چوب و پامکین اینا آیتم های مهمی هن. فقط جان جدید این بازی یه سپلینگ بهم بده تو رو خدا. آپیشته بابا درت ها آپیشته. آره باش. البته یکم شاید بدی داشته باشه. حالا یکم سرد شده که اصلا بوی بد گند مسخره میده. چوب فقط چوب رو بده واسه چوب میخوام. چوب میخوام. چوب بده لام از سب. یه سپلینگ الان بده یعنی الان نور میشه. گوسفند میخوام اسپام شه یعنی نمیکشمش نگه میدارم میذارم به فاز سنگ به ما آهن داد. گوسفند میدونی اصلا حیوان انیمالز به اون نداد. شبه شاید نمیده. خب چست رو واکن. چوبا رو بذار این تو. میخوام استک کنم واسه شون پلن دارم. چوبا رو فعلا استک کن داداش. از اینکه دنیامون باید یه دست اینجا وان بلاکه مثل ماینکرافت معمولی نیست که کلی واسه درخت و مرخت و فلان و بیسار اسمم میشه دیگه. ولی کسایی که بازی مپ مودو انجام دادن اینو درک میکنن. داداش تاپ اینجا داشت وان بلاکه.
اینجا مثل اسکای بلک باز خوبه، یه درخت میذاره جلوت. الو خوب هستی؟ یه درخت میذاره جلوت باز، ولی این اصلا چوس، رسما چوس. این چه چرت و پرت دارم میگم، جان جد دیگه. نگاه هدف اصلی میگه یه سپلینگ بگم اینجا، یه فارم درخت در حد کوچولو موچولو درست کنم تا ببینم بعدن چی بشه، یه فارم درخت درست حسابیش کنم. اتوماتیک نمیتونم بکنم چون گند میخوره تو کار. و 4 تا هم چوب میخوام اینا رو استک بکنم. پلن دارم گفتم واسش کلی هم چوب. مثلا فیز تمام شدیم. چیه این فیز؟ فقط هم انگشت میزنم. همشون مهندسن یار اومدی و سفر یار اومد. ای عشق من زیبا نیلوفر دلبر، لبها می نازی شبها نیلوفر من. خوب درتا رو به نظرم بزنم چست خیلی بهتره. شده یکم واسه همون چوبا رو هر چی داری بهم بده. اینا رو استک کن. این 7 و 4 هم با هم دیگه استک کن. اینا رو هم اینا رو تو چست. این 4 تا پامکین هم بذار تو چست. این گلا هم حالا بزنیم تو چست. شاید دیگه گلای 2 طبقه ای نیست. اگه گلای 2 طبقه ای بود کلی میتونه واسش بونمیل به سولفی. خب بیایم اینجا در اینا همه رو بکن بلاک. کار دارم کلی بلاک، کلی همه رو بکن بلاک کار داریم. ما 32 تا مین انقدمین کلی اسلب همه رو میکنیمش اسلب. شما هر چی داری و اسلب کن. البته ببین این ماینکرافت یه گندایی زده، یعنی مجانگ از ازیل مجانگم یک ترایی تو ماینکرافت زده. خب لامصب پلره هم مثل پله چوبی و یه دستگاه جایی واسش اختتال چیزی میابادی تو ماینکرافت که میتونم واسش پله بسازم. رومانی گند زدی رفت. رسما آقای مجانگ گند زدی رفت. مجانگ ماینکرافت رو به مایکروسافت فروخته. یه دستم رو شیفت و وای یعنی دود یکم من تو بچه برای اونه که نمیدونم من مپم طوری که هیچی نمیبینم. درخش یکم انگولی یکم مجبور فیسم رو نبینیم. ماینکرافت بدراک هم باز خودش درد سری داره. یعنی ای کسافت تو رو خدا. ببین جان جد دیگه نخوری یا ماشالله دمت گرم. هر کدوم 2 لایه فعلا میارم جلو ببینم چی میشه. خب این 2 لایه بعدی. خب 2 تا چوب بردار کار داریم. بردار بده من. آها یکم دنیا رو گنده ترش کردم. حالا واسهش پلن دارم. یعنی یه تیکه رو گند بزنن توش و هی توش میکنیم. یکم اینجا هم گنده تر کنم. یه چیزی که من با ماینکرافت پلیرها مشترک بیبی زامبیه. ببین بیبی زامبی یه ماب سگیه. یعنی که تو یکی مثلا ماینکرافت هاردکور داشته باشه، یه یوتیوبر استریمری فکر کنم بود
یه ماینکرافت هاردکور فکر کنم 3000 روز 3400 روز دیدم چند روز بود. رکورد بیشترین روز در ماینکرافت هاردکور بود که سر یه بیبی زامبی کشته شد. یه روز توی این غار بود و گیر کرد، بیبی زد، پدر شد، مادرش بعدش شد. من یعنی ماکسیموم ماینکرافت هاردکور بالاخره داره روز میشه. ماکسیموم ها ماینکرافت هاردکوری که بازی کرده بودم کلا 2 روز بود. یعنی 2 روز چیز شد بعد تموم شد. فعلا اینجا رو گنده بکنیم، بعد میخوام برم کندکاری. چند دقیقه شده اینم فک زدم، 1 ربع شد. حالا اینا باید خودم تو کات خودم درستش میکنم دیگه. خب 3 2 1 مپو ببین چقدر گنده است. بعد ما یه خواننده هم داریم به اسم آقای سامان ویلسون. آهنگاش اونقدر قشنگ نیست، از حق نگذاریم. خنده‌دارتر از همه چیه حسین تویی و سامان ویلسون واقعا آهنگاش قشنگ نیست، چون یه نسل یکی برای اونه که نمیدونین. جناب آقای سامان ویلسون، اونایی که طرفدار کشتی کجم هستن، کشتی کجم شاید بذارم، ولی ماینکرافت پلیرها عشقن. نظر من اولین ماینکرافت پلیرم یه اسکولی بود به نام ایجی کینگ. ماینکرافت رو با یک از ویدیوهای آریا کروکسی بودش، قصر و اینا میساخت که من باش آشنا شدم و بیشتر کریتیو بازی میکردم و سروایوال هم مثلا از ابزار و مبزار و اینا اصلا با خبر نبودم. بعد یهو رفتم توش، واقعا عاشقش شدم. الان فقط دارم میشم اینجا رو گنده میکنم و احتمالا خودم نشینم بازی کنم، فقط بزنم میخوام ویدیوی رکورد کنم اینا از طریق ماینکرافت وان بلاک باشه. و راستی یه چیزی هم بهتون بگم، چقدر مونده؟ 20 دقیقه شد، 17 دقیقه، یکم زو بگذر کار دارم. فعلا اینجا رو گنده کن، کار دارم. مپو ببین چقدر گندش کردم، گفتم استک کنی اینجا یه روزی به کارتون میاد. برای هم اینم از مپ زیبای وان بلاک من. 2 1 چقدر مپم گنده شد. واه الان خودم راحت میتونم راه برم بالاخره. خب بکن که تا فاز بعدی کلی کار داریم. بکن داداش بکن. اول ویدیو رو دیدین شما چقدر جامون کوچیک بود، بعد یهو به این همچین امارت احتمال 50%. ببین یه سپلینگ باید بره دیگه، من سری قبل سپلینگ لازمم به خدا. بالاخره یه ماب داد ولی تو به دردم نمیخوری. بمیر ولی نمیذارم برو پایین. بمیر. گوسفند میخوام من. مرغ به چه دردم میخوره الان؟ گوسفند و مرغ بده، خوش بده، یه جا نگهش میدم، بعد بخوام واسش فارم درست. ببین باکت هم خیلی مهمه. 160 تا بلاک کندم. چی میده؟ دمش گرم. اپیزود بعدی، یعنی اگه خوب لایک بکنی، اپیزود بعدی میخوام مپمو گنده کنم و یه فارم چوب ردیف کنم. لایک و ساب یادتون نره. من فعلا میرم تا ویدیوهای دیگه. خداحافظ. خب